مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. آنچه را از ما مانده به نیکی و پاکی نگاهبان باشید که ایران زمین جایگاه پاکان و نیکان روزگار است. بدانید که فرمان روایی بر دلها بسی خوشتر است تا فرمان روایی بر زمین ها. من به نیروی دادگری و نیکندیشی پهنه ایران زمین را چنان گسترانیدم که به پهناوری آن کشوری نیست. پس این خواب مردمانش تا هست گرامی بدارید. با هر که پیمان میبندید آن را پاس بدارید. هرگز در شکستن پیمان پیش دستی نکنید. پس از مرگم هیچ کس بر پیکر برهنه من نگاه نکند. هیچ آیین سوگ برگزار نکنید. تن بی جان مرا به زر و سیم نیارایید. پیکرم را بی درنگ در خاک کنید که از خاک این سرزمین جز نیکویی نمی روید. درود بی پایان من بر نیک پنداران، نیک گفتاران،